تئاترهایی که من از بکت در ایران دیدم با ذهنیت محتوایی با بکت برخورد میکنن. اساساً ما ایرانی‌ها آدم‌های محتوایی هستیم، نه آدم‌های فرمال. ما سنت تئاتری داریم توی کشورهای دیگه، ما سنت تئاتری نداریم تو مملکتمون. ما تو مملکتمون سیاه‌بازی بوده، نمایش‌های روحوزی بوده، نمایشنامه به شکل مکتوب و کلاسیکش وجود نداشته. این یه واقعیتیه. بازیگر یا کارگردانی که با متون بکت، مخصوصا متون دراماتیک بکت مواجه میشه، به قول سایمون کیچلی خیلی کم، تقریبا هیچ داره برای در واقع دستیابی بهش و کار کردن به عنوان یک اجراگر یا کارگردان روش. و تنها چیزی که اون خیلی کم، اون خیلی تقریبا هیچی که دست بازیگر یا کارگردان هست همون متن بکت. در واقع تنها نقطه اتکای ما به عنوان بازیگر یا کارگردان متن خود بکت. منتها از اونجایی که ما فارس هستیم و باید این متن‌های انگلیسی یا فرانسوی ترجمه بشن به زبان فارسی، اون اتفاق یا اون برهمکنش‌های زبانی که داره توی متن اصلی میافته توی زبان فارسی معمولاً مختل میشه، اگر نگیم که کلاً تخریب میشه. و اینجا بازی مسئله پیش میاد که ما به عنوان بازیگر یا کارگردانی که میخوایم رو متن‌های بکت کار کنیم، با این ترجمه هایی که نسبت به متن اصلی خیلی فاصله دارن، حالا باید چیکار بکنیم؟ این بخش از صحبت رو خانم افسری راجبش صحبت میکنن. رویکردهای جدیدی به وجود اومده که خیلی اجمالی بخوام بگم از یک همکاری بین مترجم، کارگردان و یک تیم اجرایی در واقع اون متن ترجمه میشه و مثل اینکه رویکردهای کارآمدتری هستند تا اینکه یک مترجم جدا و تنها روی متن بکت کار بکنن. برای همین خیلی اتفاق جالبیه که این دو تا نشست اتفاقا با هم برگزار بشن، علیرغم بی ربطیشون یه ربطی با هم دارن. حرف کلی یا چکیده‌ای که من میخوام توی این نشست راجع به صحبت بکنم که شاید یه جور مقدمه هم باشه برای صحبت‌های آقا نیما، مبنی بر اینه که همونطور که گفتم بکت چیزی دست ما نمیده برای کار کردن. توی متن‌های پیشا بکتی به واسطه اینکه ما شخصیت پردازی داشتیم، پلات داشتیم، کنش داشتیم و اصلا میزانسن داشتیم به اون معنای پیشا بکتی کلمه، خب دستمون بازتر بود به عنوان بازیگر یا کارگردان که با متن مواجه بشیم. حالا تو متن‌های بکت که خبری از اینها نیست، باید به چه چیزهایی توجه بکنیم؟ خیلی دوست داشتم که ما اینجا یه ویدیویی داشتیم، ولی احتمالاً همه شما که اینجا هستید قطعاً این ویدیوها رو دیدین یا اجراهای دیدین از آخر بازی یا دست آخر بکت یا اند گیم. اون اوایل شروع کار کلاب یه سری کارهایی رو انجام میده با نردبون و پنجره هایی که مدام میره چک میکنه و یه سری در واقع حرکات یا کرئوگرافی رفت و برگشتی داره با نردبون و پنجره ها. من یه تجربه کوتاهی داشتم به عنوان کلاب توی این نمایشنامه آخر بازی و حدود 6 ماه داشتیم روی همین بخش اول نمایشنامه کار میکردیم که ببینیم چیکارش میشه کرد، یعنی چجوری میشه بازیش کرد. اساسا به طبع چون ما توی تئاتر ایران کار کردیم و یه جایی رو میزدیم، یه جایی رو اضافه میکردیم، یه جایی رو تحلیل میکردیم، یه جایی رو تفسیر میکردیم، همین بلا رو هم داشتیم سر بکت میآوردیم که هی تو این کاست ها و افسوده ها متوجه این شدیم که در صورتی که ما به حرف بکت گوش ندیم و یک سری از میزانسن ها، حرکات، دیالوگ ها رو حذفش بکنیم یا یک چیزهایی رو اضافه بکنیم، اون چیزی در بکت مخدوش میشه که ما میتونیم بهش بگیم ضرباهنگ بکت، ریتم بکت. یعنی اگر بکت در نظر گرفته که کلاب بره سمت پنجره
و بعد یادش رفته که نردبون رو برداره، دوباره برگرده و نردبون رو برداره بره سمت پنجره. اگر این اتفاق نیفته انگار ساختمان کل نمایشنامه به هم میریزه و این ضرب و هنگی که اینجا در نظر گرفته شده در سرتاسر متن مخدوش میشه. و اگر اضافه کنیم هم همینطور، مثل یک نوت اضافه میمونه که یک ارکستر بخواد بزنه یا یه نوتی رو نزنه، کلا همه اون پارتیتور یا اون اجرا به هم میریزه. بنابراین خیلی برای ما و برای خود بکت و برای بنیاد خود بکت، الان که سال هست بکت فوت کرده، این خیلی ضرورت داره که همون جوری که بکت نوشته ما باید اجرا بکنیم. خیلی‌ها صحبت‌های زیادی کردن، نقدهای زیادی کردن که این یک جور تعصب بیجاست. ما آزادیم که توی شیوه‌هایی که کارگردان‌ها دارن، معمولاً کارگردان‌های معاصرتر مخصوصاً، ما این اختیار و آزادی رو داریم که هر جوری می‌خوایم میتونیم این کار رو اجرا بکنیم. من آخر بازی رو مثلا میبرم تو ایستگاه مترو، همونطور که شده صحنه پردازی‌های شده، میبرم توی فضای مثلا جنگ جهانی، میبرم تو فضای آشویتس، میبرم تو فضای فلان بیسان و از اینجور کارها که بکت باهاشون مخالفت میکنه، جلوی خیلی از این اجراها رو میگیره. بعد از فوتش هم که بنیاد بکت که دست پسرخاله ایشون هستش فکر میکنم، جلوی هر گونه دخل و تصرف رو در متن بکت میگیره. اولش آدم فکر میکنه که خب این یه ذره تعصب بیجاست، ولی وقتی که به عنوان اجراگر یا کارگردان با خود متن مواجه میشه برای به صحنه بردنش، متوجه میشه که هر گونه کاست یا افزودنی به این نمایشنامه کل ساختمان کار رو میبره زیر سوال و این ناشی از معمار بودن بکت در نمایشنامه هایی که نوشته است. بنابراین ما به عنوان اجراگر یا بازیگر طبق تجربیات روی متون پیشا بکتی نمیتونیم چیزی به بکت اضافه کنیم یا کمش بکنیم. خب پس باید به چی بپردازیم؟ باید روی چی کار بکنیم؟ کاشکی این نشست یک نشست دیگه هم می داشت که آقای مشایخی اینجا می بودن. هرچند ما هفته بعدی در خدمت ایشون هستیم تا راجع به نسبت بکت و موسیقی صحبت بکنن. وقتی که مخصوصا با خود نمایشنامه‌های بکت، زبان اصلیش منظورمه، مواجه میشید، متوجه اون وجه موسیقایی یا شنیداری آثارش میشید و یه چیزی پیدا میکنید به عنوان بازیگر یا اجراگر که میتونید روی اون مانور بدید. مثال میزنم براتون. مثلا همین آخر بازی اولین جملات کلاب به زبان انگلیسی اگر بخوام بگم این هست که finished, it's finished, it's nearly finished, it must be nearly finished. جدای از معنای لغوی که داره، ما داریم یک موسیقی، یک شعری رو در این قطعه درک میکنیم. افسون بر اون منتقدهای زیادی هستن که میگن این جملات اولیه کلاب واپسین جملات مسیح مصلوبه. اوکی. خب من با این جمله، با این گزاره چیکار کنم؟ یعنی من بیام ادای مسیح رو در بیارم، دستام رو باز بکنم، چیکار میتونم؟ صلیب بکشم به خودم. اینجور نقدها، تفسیرها، تحلیلها هیچ کمکی نمیکنه. یا اینکه بکت ارجاع داده به کمدی الهی دانته یا ارجاع داده به هر چیزی، اینجا به عنوان اجراگر یا کارگردان به من کمکی نمیکنه. اما وقتی به ساختار خود جمله دقت میکنم، میبینم که با هر جمله که میریم جلو داره از یک قطعیت و ایقانی کم میشه. finished, it's finished, it's nearly finished, it must be nearly finished. و این کم شدن تدریجی قطعیت و ایقان در کل ساختار نمایشنامه اندگیم هست. حالا من به عنوان اجراگر یا کارگردان یک فرمی دارم و نه محتوایی و نه تحلیلی و نه تفسیری که میتونم اون رو به کار ببرم. یعنی میتونم یک جدیتی رو تبدیل بکنم به یک عدم جدیت، چه در اجرا چه در کارگردانی. و درسته که بکت چیزی دست ما نمیده برای اجراگری و کارگردانی، ولی وقتی طولانی مدت با متن‌های بکت مواجه میشیم، یهو اینجور چیزها به قول تئاتریا این زیرلایه‌ها، این زیر متن‌ها میزنه بیرون و دستمایه‌هایی میده به ما برای کار کردن. از طرف دیگه رویکردهای جدیدی به وجود اومده
در کارهایی که رو بکت انجام میشه مبنی بر اینکه حالا که ما هیچی نداریم یا تقریبا هیچی نداریم، بیایم بپردازیم به اون چیزی که داره در اینجا و اکنون حال بازیگر اتفاق میفته. یعنی چی؟ مثلا توی نمایشنامه راکبی هست که دو نفر هستن که یه کتابی رو از رو هم میخونن. نه، اوهایو، بداهه سرایی اوهایو. اونجا میگن که تمرکز بکنید فقط روی تنفستون، تمرکز بکنید روی اون در واقع دیرندی که میخواید صفحات کاغذ رو ببرید، تمرکز بکنید روی اون شدت یا دینامیک ضربه‌ای که داره اتفاق میفته، تمرکز بکنید روی تنفس پارتنر مقابلتون، تنفس بکنید به اون چیزها، به قول ما تئاتریا فوکوس روی بازیگر مقابل و نسبت به اون فقط ریاکشن نشون بدید. یعنی دست از سر متن و تحلیل و تفسیرش بردارید و بپردازید به اون چیزی که داره در اینجا و اکنون اجرا اتفاق میافته. متن رو همونطور که هست فقط ارائه بدین و به جای پرداختن به متن روی خودتون به عنوان بازیگر کار بکنید. ما اومدیم این تز رو آزمایش کردیم، متوجه شدیم که واقعا جواب میده. یعنی داره تئاتر بکت اتفاق میافته، مخاطب باهاش مواجه میشه، مخاطب باش ارتباط برقرار میکنه. مثل تئاترهای بکتی که در ایران اجرا میشه، ما هم رو افلاطون و کلاب و سقراط در نظر نمیگیریم که دارن با هم دیالکتیک میکنن یا با یک فضای عبوس و خیلی غم انگیز و ابزورد و اینا مواجه نیستیم. اتفاقا با یک فضای تراژیکومیک، بیشتر کمیک، تئاتری مواجهیم. یعنی در مواجهه با آثار بکت اون وجهی که همیشه فراموش میشه وجه تئاتری قضیه است و ما هم میگیم اینا ابزورده، نهیلیستیه، نمیدونم آدورنو راجبش اینو گفته، نمیدونم فلانی راجبش اینو گفته، ولی وقتی اینا رو میذارید کنار و به خود اجرا، چه به عنوان بازیگر و چه به عنوان کارگردان فکر میکنید، یهو متن بکت خودش رو نشون میده. این صحبت ها و این دوتا رویکردی که راجبش صحبت کردیم یک اتکای خیلی خیلی قرص و محکمی هم داره که ناشی از یادداشت های تئاتری خود بکت. خوشبختانه همونطور که خانم افسری هم خواهند گفت، ما خیلی خوش به حالمونه که بکت خود متناش رو ترجمه میکرده و یه جورایی به ما رهیافت هایی داده برای اینکه چگونه با متناش مواجه بشیم و ترجمهش بکنیم. در حوزه کارگردانی و اجراگری هم بکت خودش متن‌های خودش رو کارگردانی میکرده و یادداشت برمی‌داشته. راجع به آخربازی، در انتظار گودو، آخرین نوار کراب و متن‌های کوچیک‌ترش، متن‌های متأخر مینیمالش، ما یادداشت‌های خود بکت رو داریم و وقتی اون یادداشت‌ها رو مرور می‌کنید می‌بینید که بکت به تنها چیزی که فکر نکرده همین چیزایی که من میگم. کاشکی ورق بزنید و ببینید که مثلا توی یادداشتایی که راجع به در انتظار گودو نوشته چجوری شبیه یک کرئوگراف ولادیمیر و استراگون و پوتزو و لاکی رو طراحی کرده که در چه حالتی برن، قدمشون، زاویه پاهاشون به کدوم سمت باشه، وقتی که پوتزو، لاکی و ولادیمیر استراگون روی صحنه هستن چجوری به حالت ضبط دری وایستن. یعنی شما یک کلمه از این که این گودو خداست یا نیست، مسیح مصلوبه یا نیست، نمیدونم پوتزو و لاکی ارباب و رعیت هگلی هن یا نیستن، هیچی از اینها پیدا نمی‌کنید و تنها چیزی که توی این یادداشت‌ها وجود داره مفهوم خالص فرم. اصولاً تئاترهایی که من از بکت در ایران دیدم، با توجه به همه این حرفایی که تا الان زدیم، با ذهنیت محتوایی با بکت برخورد میکنه. یکی از دلایلش اینه که همونطور که توی نشست اولمون خانم زیبا خادم حقیقت هم مطرح کردن، اینه که اساساً ما ایرانی ها آدم های محتوایی هستیم، نه آدم های فرمال.
یعنی با هر مقوله‌ای که برخورد میکنیم محتوا نقش مهمتری داره تا فرم. خب این یه سابقه خیلی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی داره که چرا ما با محتوا مواجه میشیم به جای با فرم. ولی فرای همه اینها مواجه شدن با کسی مثل بکت که یک فرمالیست مطلقه، ناشی از اینه که ما ذهنیت محتوایی خودمون رو پیش از هر چیز، پیش از حتی اجراگری یا یا کارگردانی، از محتواگرایی به فرمگرایی نزدیک بکنیم. خیلی برای ما ایرانی ها سخته، ما بازیگرهای ایرانی، ما کارگردانهای ایرانی خیلی سخته. من در این 15 سالی که دارم تئاتر کار میکنم و با استادهای زیادی دوره دیدم، هیچ استادی که کارگردانی تدریس میکرد رو ندیدم که حرف از تحلیل نمایشنامه نزنه، حرف از تفسیرش نزنه، حرف از خواندن تمام نقدها و تفسیرها نزنه. یا هیچ استاد بازیگری ندیدم که نگه برید روانشناسی شخصیت رو بکشید بیرون، برید ببینید که این جزء شخصیت‌های مثلا تفکرگراست یا عملگراست یا احساسگرا. مخصوصا رو متن چخوف خیلی این حرفا رو میزنن. کلا رویکردهایی که در آموزش بازیگری و کارگردانی هم در ایران وجود داره همش تحلیلی، تفسیری و محتواییه. رویکردهای خیلی خیلی کمی دیدم در ایران که مبتنی باشه بر فرم، حتی در بازیگری و حتی در کارگردانی. مثلا شما اگر مکتب‌های مدرن بازیگری رو یا تئاتر به معنی کلی کلمه رو در نظر بگیرید، مثل گروتوفسکی، مثل لوکوک، مثل در واقع باربا، اگر در نظر بگیرید و مرور بکنید یا دوره دیده باشید با اساتید این مکاتب، متوجه میشید که فقط دارن روی فرم کار میکنن. از همه اینها رادیکالتر رابرت ویلسون 7 ساعت نمایشنامه 7 ساعت اجرا میکنه و تنها چیزی که شما درش نمیبینید محتواست. محتوا به معنی یک چیز شاخص متقنی که بتونید بهش اشاره بکنید. متاسفانه ما مدارس یا آموزشگاه‌هایی نداریم که این مکاتب جدید و فرمالیستی بازیگری و کارگردانی رو تدریس کنن و هر چیزی که هست همچنان توی همون رویکردهای خانم اسکویی و استانیسلاوسکی و متد اکتینگ و اینها باقی مونده و ما با همون مکاتب، با همون تکنیک ها داریم با بکت مواجه میشیم و عملاً نامیسر، عملاً اجراهایی رو میبینیم که بکت نیست، یعنی نمیتونه باشه. تقریبا میشه گفت که بعد از کتاب مقدس بیشترین متونی که در زبانهای مختلف دنیا در اومده، حالا در مضامین مختلف، در مورد بکت بوده و در انتظار گودو. این یه آمار خیلی عجیب غریبی داره و این نشون میده که این آدم چقدر جذابه برای همه جهانیان. ولی مسئله اجرای بکت با فلسفه بکت دوتاست، یعنی نمیشه این دوتا رو قاطی کرد. دقیقاً چیزی که ایشون میگفت کاملا من بهش معتقدم. من میخوام با یه تجربه از خودم شروع کنم. یه تجربه ای رو ما کردیم در حقیقت اجرای در انتظار گودو. ما در انتظار گودو رو سال 81 اجرا کردیم. سال 81 اجرا کردیم و از سال 75 در حقیقت گروهی تشکیل دادیم که بعد از چند سال با هم کار کردن، گروه تئاتر تجربه، تصمیم گرفتیم در انتظار گودو رو اجرا کنیم. خب اون موقع نه اینترنت به این معنا بود و نه بسیاری از ریفرنس ها. یعنی پیدا کردن یک متن انگلیسی هم بسیار سخت بود. حالا اون چیزهایی که وجود داشت در زبان فارسی و اندک منابع انگلیسی رو شروع به بررسی کردیم.
و قبل از اون هم 2 تا اجرا از در انتظار گودو شده بود تو ایران. یکی در حقیقت اجرایی بود که آقای داوود رشیدی و پرویز صیاد سال 53 انجام داده بودن که هیچ منبعی ازش در اختیار نبود، یعنی غیر از یه چند تا عکس بسیار ناواضح چیزی رو نمیشد دید. یه اجرا هم آقای وحید رهبانی کرده بود سال 77، یعنی تو بحبوحه‌ای که ما داشتیم روی بکت کار میکردیم و ما هم داشتیم به اون چاه ویل بکت میافتادیم، که ایشون اومده بود یک تحلیل مارکسیستی کرده بود از کار بکت. ما خب خود ما هم دقیقاً دوچار همین وسوسه بودیم که بکت رو باید تحلیل کرد، بکت رو باید تفسیر کرد و ببینیم چی میگه و بریم روی صحنه و اون رو اجرا کنیم. شاید ایشون ناجی ما شد آقای رهبانی وقتی که این اجرا رو ما دیدیم و در حقیقت به عنوان تماشاچی برخورد کردیم با این اجرا، تازه متوجه شدیم که نه، اگر بخوایم به این قضیه، یعنی به این سمت و سو بریم که بکت رو تحلیل بکنیم، قطعاً به بیراهه رفتیم. به این خاطر که ببینید بکت یه پیشینه‌ای داره. بکت حالا به لحاظ کتگوری جزو نویسندگان پسا ساختارگرا طبقه بندی میشه. حالا اسمن کسایی که تو این هیته طبقه بندی میشن، حالا بر اساس تجربه شخصی خود من، تمام کسایی که از ساختار گریختن کارهاشون به شدت ساختمندتره. یعنی یه ساختار بسیار پیچیده‌ای در کارهاشون وجود داره که اینها باعث میشه که یک چند جانبگی برای متن وجود بیاد و این متن یه شاکله‌ای داره که به هیچ وجه نمیشه دستش کرد. اومدیم چند تا اتود زدیم، اومدیم گفتیم که بیایم این متن رو کوتاه کنیم. وقتی شروع میکردی به در حقیقت کوتاه کردن این متن، میشد همه این متن رو حذف کرد، چون دیالوگ ها هیچ کدوم بر اون یکی برتری نداشت که ما بخوایم مثلا یه دیالوگ رو نگه داریم و بگیم که نه این مهمه، این میشه حذف بشه، حالا با هر تحلیلی که میخواستی بکنی. در نتیجه خب این کار امکان پذیر نبود. اومدیم و به این نتیجه رسیدیم که ما به جای اینکه بیایم این متن رو تحلیل بکنیم، بیایم سعی کنیم که اینو بازی کنیم، یعنی تبدیل بشیم به همین آدمایی که اونجا هستن و این متن رو بازی کنیم. ضمناً تو در انتظار گودو خود بکت یک در حقیقت راهنمایی هایی میکنه، یک علائمی بهت میده، مثل جایی که در حقیقت ولادیمیر میدوه و از صحنه میره بیرون و استراگون بهش میگه ته راهرو دست چپ، آدرس دستشویی رو بهش میده و ولادیمیر پروستات داره و درگیر این مسئله است. خب این کاملا نشون میداد که اینا بازیگرن. ما اومدیم همین نخ رو گرفتیم و گفتیم که ما بازیگرایی بشیم بر صحنه که بیایم این کار رو اجرا بکنیم و بازی کنیم. یک حالا یافته هایی توی این مدت های قبل از این تاریخ ما داشتیم در مورد بازیگری و ترمی که یک مقاله کوتاهی من در موردش نوشته بودم به عنوان نشانه شناسی بازیگوشی و اینکه ما بیایم راهکارهای بازیگوشی بر صحنه رو پیدا کنیم به جای تحلیل و تفسیر. و خب با این در حقیقت استراتژی رفتیم جلو و خب یک اجرای انجام شد از گودو که بعداً دوستانی که دیدند ما رو متهم به کپی کردن کار بکت کردن، تعریف کردن که و گفتن که شما رفتید از روی اجرای خود بکت از در انتظار گودو کپی کردید، در حالی که واقعا نبود. یعنی اگر ما از خدامون بود که یه چیزی پیدا کنیم از این
اجرا که بتونیم از روش کپی کنیم حتی، ولی نبود اون زمان دیگه. همه ما دوستانی که هستن میبینم همه مال نسل ما هستن و میدونن که سال 81 دسترسی چندانی ما نداشتیم به چیزی تو ایران. و خب این برای ما جذابیت داشت به خاطر اینکه ما دقیقاً همین رو می‌خواستیم. ما می‌خواستیم بکت رو اجرا کنیم، می‌خواستیم تحلیلی برش نکنیم. من در حقیقت بعد از در انتظار گودو و اجراش اومدم آخرین نوار کراپ رو اجرا کردم و بعد از آخرین نوار کراپ فاجعه و یک 3 اپیزودی رو در حقیقت طراحی کردم از دراماتیکول های بکت با عنوان در حقیقت به این ترتیب اجرا می شد که آمد و رفت اجرا می شد و بعد بداهای اوهایو و بعد نفس. حالا دیدگاه اینم داشتم که همینجور صحنه داره خالی میشه از آدم ها. دراماتیکول ها رو یعنی ما باید 2 تا بخش در نظر بگیریم. یکی نمایشنامه های بلند بکت رو برای اینکه بتونیم بهتر صحبت کنیم و یکی هم دراماتیکول هاش. دراماتیکول هاش اصلا ساختار متفاوتی دارن و اصلا در موردشون باید یه مبحث دیگه رو گفت. ولی در مورد متون بلند بکت که کراپ رو هم من جزو اونا دسته‌بندی میکنم، ما یه جمله رو میخوام بگم که یه مقدار سخت آقای مشایخی، اونم اینه که یه تجربه رو به دست آوردم و اونم اینه که ما اینجا در کارهای بکت با یک صفحه نوت سر و کار داریم. یه صفحه نوتی که باید تعویلش کنیم. یعنی ما توی این متن جاهای زیادی داریم که سایلنت هست و پاز، سایلنس هست و پاز هست و دیالوگ هایی که هیچ کدوم اهمیتی نسبت به دیگری بیشتر نداره و نسبت به این سکوت ها هم نداره. این فقط در حقیقت تعویل فواصل زمانی بین این هاست که اجرا رو مشخص میکنه. یعنی اگر بشه به این فواصل زمانی دست پیدا کرد اجرا شکل میگیره با بازیگوشی که بر صحنه است. یعنی بازیگرانی که روی صحنه دارن بازی میکنن و سعی میکنن فقط خوب بازی کنن، یعنی اون شخصیت رو پیدا کنن و خوب بازی کنن و این بازی و این شخصیت اصلا تحلیلش توش هیچ راهی نداره. حالا الان که دیگه یه سری متونی ترجمه شده به فارسی، کتابی از مال ملگاسو و توش اومده یه جایی خاطراتی نوشته شده از بکت، جایی سر اجرای در انتظار گودو بازیگر نقش در حقیقت معذرت میخوام روی اجرای دست آخر میگه بازیگر نقش کلاو از بکت میپرسه، میگه من چجوری این صحنه رو اجرا کنم که میگه اگر که کلید گاف صندوقو داشتم حتما میکشتمت. بکت بهش جواب میده که فکر کن اگر که کلید گاف صندوقو داشتی حتما میکشتیش. و اونم میگه بله و شروع میکنن در حقیقت روی این صحنه کار کردن و اون صحنه رو در میاره. دقیقاً این قضیه هست به نظر من که اینا تجربیاتی هست که توی این اجراها به دست آوردم که ما برای پروسه اجرای بکت با چند مرحله طرفیم. یکی این که در حقیقت بشینیم و بخونیم در رابطه با بکت، فکر کنیم، تحلیل و تفسیر کنیم که بکت چی میگه. بعد از اینکه این تحلیل و تفسیرها انجام شد باید همه اینا رو بذاری کنار و فکر کنی که اینا نیستن، بدون اینها نمیشه. درسته که میگن بکت رو نباید تفسیر کرد، ولی باید تفسیر بکت رو دونست. اینا ناخودآگاه تو ایگوی بازیگر و توی ایگوی کارگردان تأثیر میذاره و وقتی که اینها رو میذاره کنار و توی اجرا بهشون فکر نمیکنه، خود به خود اینها اون اثراتشون رو که میشه در حقیقت لایه‌های پنهان این متن در بازی نمود میدن خودشون رو. در نتیجه این تحلیل ها لازمه ولی این تحلیل ها ملاک کار نیست. یعنی بحث اجرا با بحث
در حقیقت تحلیل بکت و فلسفه بکت و کنفرانس در مورد بکت خیلی متفاوت میشه. بکت کاری که میکنه اینه که میاد بسیاری از علائم و نشانه هایی رو که روی صحنه تئاتر کلاسیک یا تئاتر قبل از خودش وجود داره اینا رو حذف میکنه. وقتی اینا رو حذف میکنه دلیل داره براش. این کارش باعث میشه که این اندک علائمی که مونده توجه مخاطب کاملا بهش جلب بشه و هر چی که ما بیایم و از اون فاصله بگیریم و این علائم رو زیادتر کنیم سوای از شناسایی متن، کاری که میکنیم عملاً به متن ضربه میزنیم، یعنی متن رو یک سویه میکنیم. اون فضای در انتظار گدو میتونه بله همه اینا باشه، میتونه یک فضای بعد از جنگ جهانی باشه و همه اون چیزهایی که تحلیل شده و بر مبناش کار اجرا شده، ولی وقتی خودش باشه همه اینها هست. یعنی تجربه این بود که تماشاچی خودش تفسیر میکنه. تماشاچی میاد و تماشاچی های مختلفی از اقشار مختلف جامعه ما داشتیم. یعنی ما این تجربه رو کردیم که تو محله های پایین شهر هم رفتیم اجرا کردیم گدو و دیدیم برای اونا هم جذابه و برای خودشون تفسیرهایی داشتن که اصلا شاخ در می آوردی وقتی میشنیدی. یعنی اصلا فکر نمی‌کردی که یه نفر بتونه، یه آدم بسیار ساده‌ای به این چیزا فکر بکنه. و خب من همیشه معتقدم که تماشاچی، یعنی هر انسانی وقتی در جایگاه تماشاچی قرار میگیره، تماشاچی تئاتر اول و بعد از اون تماشاچی سینما، به شدت هوشمند میشه، یعنی یه هوش ذاتی پیدا میکنه که اون هوشه باعث میشه که تفسیرهای لازم رو بکنه و ایراداتی رو هم که وجود داره ببینه. و همین خاطر نباید تماشاچی رو احمق فرض کرد و به جاش فکر کنی، به جاش تحلیل کنی و اون تحلیل رو بخوای به نحوی ققنه کنی بهش، خودش کاری رو که باید انجام بده میده. مسئله دیگه‌ای که برای من در حقیقت وجود داشت توی این قضیه، تجربه‌ای که کردم این بود که ما خب بکت میاد میگه یک فضای باز، یک درخت، یک پشته که استراگون روش نشسته. خب اینا میتونه بر چه صحنه‌ای باشه؟ من همیشه معتقدم، میگم که یکی از کارهایی که کارگردان باید بکنه اینه که بیاد ابعاد این صحنه رو مشخص بکنه با توجه به ضرب آهنگی که پیدا میکنه توی کار. یعنی فواصل بین همین اندک آرایه‌های صحنه خیلی مهمه برای اینکه این دیالوگ ها در این فضا شکل میگیره و این فضا، استراگون و ولادیمیر دوتا آدم هستن که نمیتونن از همدیگه جدا بشن. ما تو طراحی میزانسنا در حقیقت میزانسنایی رو طراحی کرده بودیم که این دوتا زمان دیالوگ گفتن از همدیگه دور میشدن، دوباره به هم نزدیک میشدن روی فضای بیضی شکل و دقیقاً این فاصله توی صحنه خیلی مهم میشد که فاصله ابعاد صحنه چقدر باشه تا این در حقیقت میزانسنا کاملا درست در بیاد و سر جای خودش تموم بشه. یه مسئله دیگه ای که در رابطه با بازیگری و انتخاب بازیگر کارهای بکت من میتونم بگم بهش رسیدم و بهش معتقد شدم اینه که کار بکت رو هر کسی نمیتونه اجرا بکنه، نه به دلیل فهم بازیگری یا توان بازیگریش. یه مقاله انتهای همین کتاب آلوارز آقای فرهادپور ترجمه کرده به اسم سانتورهای دکارتی. ما تو کار بکت در حقیقت با یک عجز و ضعفی طرف هستیم. یعنی بازیگر شخصیت ها همه یک ضعف دارن، حتی در رمان هاش هم همینجوره، یک ضعف، یک ایراد فیزیکی دارن و فیزیک افراد خیلی مهمه. من این مدت
برای این نشسته سرچ میکردم تمام بازیگرایی رو که بکت انتخاب کرده بود. اینا هر کدوم یک قیافه های خاصی داشتن، یعنی به این شکل نبود که بیاد انگار که تست بگیره و بگه خب این بازیگر بازیگریه که توان بازی این نقش رو داره. نه، سوای از اون این در حقیقت فیزیک این بازیگر خیلی مهم بود و انطباقش بر اون متن، که حالا این دیگه به نظرم یه چیزیه که هر کارگردانی خودش میتونه بهش برسه که چی کار میخواد بکنه و چه فیزیکی میخواد. ولی قطعاً به فیزیک های خاص ما نیاز داریم به عنوان بازیگر و نمیشه هر کسی در حقیقت این متن رو بازی کنه. یه در حقیقت مسئله دلقک بازی توی این کار یک ظرافتی داره. این دلقک ها، ببینید باسر کیتون یه دلقکیه که خیلی کارش جدی انجام میده و همین خاطرم خنده‌دار میشه، یعنی در این مسخرگی خودش بسیار جدیه. ما توی تئاتر بکت یه جورایی در ادامه سنت گروتسک و بورلسکه و این نه اینکه اونا باشه، داره از تکنیک بورلسک استفاده میکنه، از تکنیک گروتسک استفاده میکنه، هم در واحد بازیگری و هم در واحد در حقیقت کارگردانی. یعنی ما خب همه میگن و میدونن که زمان در نمایشنامه‌های بکت یه محوریتی داره. درسته که در حقیقت زمان رو میشکنه، ولی این زمان یه محوریتی پیدا میکنه و یه در حقیقت دیوریشنی داره که حالا فکر میکنم ترجمه رسمیش دیگه شده تو فارسی دیرش، درسته؟ و دیوریشن دیرش میگن دیدم تو این متنا. این باید به نحوی القا بشه که اون ضرباهنگ یه ضرباهنگ بورلسکه، یعنی شما باید اون ضرباهنگ بورلسک رو بشناسید برای اینکه بتونید این ریتم رو روی صحنه در بیارید. و خب یه انضباطی وجود داره توی کار بکت. من اسم بازیگری و کارگردانی بکت رو گذاشته بودم تئاتر راهب سرباز. یعنی ما نیاز به یک آدم‌هایی داریم که اینها یک انضباط سامورایی‌واری داشته باشن و ضمناً هم یک درستکاری یک راهب رو داشته باشن. چون توی اجرای بکت هر کار اضافه ای از نظر من ممنوعه، یعنی فقط باید بازیش کرد، فقط باید بازیش کرد بدون هیچ تحلیلی و بدون هیچ کار خارج از اون در حقیقت شناسه های متن، توضیحات صحنه. اگر بخوایم هر چیزی بهش اضافه بکنیم به یه جای ضربه زدیم، یا اگر چیزی ازش کم بکنیم یه جایش رو ناقص کردیم که این اثر شاکله کلیش دیگه اون چیزی که بکت میخواسته نیست. اگر که ما بخوایم کار بکت رو اجرا کنیم، که من معتقدم تو این کارها همیشه باید خود متن، یعنی همیشه معتقد بودم که متن خودش زیباییش بیش از هر تحلیلی که ما بخوایم روش بذاریم. این اصلا ربطی به صحبت بکت نداره. یعنی فکر میکنم ما حتی وقتی میخوایم کار آلوی رو اجرا کنیم، هر کدوم از نمایشنامه نویس‌های غربی رو که میشناسیم و کارهاشون رو دوست داریم، زمانی که بخوایم اجراش بکنیم بهتر خود متن رو اجرا بکنیم تا اینکه بخوایم یه تحلیل روش بذاریم. یعنی اون بحث تحلیلی که در رابطه با متن وجود داره بیشتر احساس میکنم، حالا شما میگید ایرانی‌ها نه، غربی‌ها هم شاید این کار رو میکنن. این ذات بشره که میخواد، فکر میکنم به خصوص وقتی در مقام هنرمند قرار میگیره، میخواد مؤلفیت خودش رو طبیعتاً به نحوی ثابت بکنه، یعنی بگه منم اینجا مؤلفیتی دارم، در حالی که کار نمایش به نظر من و تئاتر اجرای درست متنه. یا نه باید بریم یه متنی بنویسیم دیگه از اینکه بالاتر نیست. یعنی دو حالت داره، یا ما میگیم من میخوام متن فلان نویسنده رو اجرا کنم پس باید متنش رو اجرا کنم، اگر نه فکر میکنم کار دیگه باید بکنم، باید بیام برم
یه متنی رو بنویسم و بیام اجراش کنم. کما اینکه مثلا حالا این فقط به بکت محدود نمیشه، ژان ژنه هم همینجور بوده. ژان ژنه سر یکی از اجراهای در حقیقت نمایش گلفت‌ها که داشته تو تئاتر لندن هم اجرا می شده، پیتر زادک کارگردانش بوده. وقتی که از آرایه‌های صحنه‌اش فاصله میگیرن، وقتی شناسه‌های متنش رو دچار تغییرات میکنن، برای شب اول اجرا دعوتش میکنن. وقتی میره و شروع میشه اجرا و میبینه اجرای خودش نیست، میره میشینه وسط صحنه و میگه این اجرای من نیست و اجازه نمیدم اجرا کنید و اگر میخواین اجرا بکنین اسم من رو خط بزنید. و در نهایت هم مجبور میشن که اون کار رو که اجرا کرده بودن، یعنی تمرین کرده بودن و میخواستن اجرا بکنن، از همه جا، از بروشور، از همه جا اسم ژنه رو خط میزنن. یعنی میگه دیگه این کلفت‌هایی که من نوشتم نیست و اگر میخواین هر چیز دیگه ای رو اجرا بکنید خودتون میدونید. اینا در حقیقت یه تجربیاتی بود که خود من در این مدت کرده بودم بر اساس اعتقاد و فهمی که داشتم از بکت، فهمی که فکر میکنم خیلی کوتاه و کوچیک بوده. چون حالا اساسا معتقدم که ما خود تو مملکتمون تئاتر جایگاهی نداره. دلیلی هم براش دارم. میدونید تو غرب فکر میکنم، البته حالا به عنوان یک در حقیقت گزاره است، تئاتر همیشه بازی کردن و نقش کسی غیر از من رو بازی کردنه. ما تو مملکتمون هر روز داریم بازی میکنیم، یعنی هر کدوم از افراد تو همه صحنه‌ها ناچارن تو همه امور روزانه‌شون بازی کنن. همه ما از بچگی یاد گرفتیم که حداقل 2 زندگی داشته باشیم، یه زندگی شخصی و یک زندگی اجتماعی که مسائل اعتقادی و در حقیقت اتوریته قدرت در این جامعه اینو به ما یه جورایی در حقیقت یعنی بالای سرمون وایساده و این رو انگار ازمون میخواد که آقا تو میتونی یه زندگی تو خونه داشته باشی و حالا اینجوری که من میگم تو رفتار کن در جامعه. و در نتیجه همه ما نقش بازی کردن خیلی خوب بلدیم. به همین خاطر دیگه نقش یه نفر دیگر بازی کردن برامون جذابیت نداره. به همین خاطر هم تئاتر چندان تو مملکت ما پا نمیگیره. بحث سینما بحث دیگه، بحث تکنیک و هزاران مسئله دیگه بهش اضافه میشه. و در مورد قضیه اجرای بکت و ترجمه هاش که شما میگفتی، حالا من متخصص ترجمه نیستم که بخوام در این مورد حرف بزنم، هرچند که مثل خیلی های دیگه این پررویی رو داشتم، به خودم اجازه ترجمه دادم خیلی وقتا. ولی ما در حقیقت اومدیم و اون زمان 2 تا ترجمه از این متن عزیز وجود داشت. یکی ترجمه دریابندری بود و یکی هم ترجمه سیروس تاهباز. سیروس تاهباز که اومده بود ترجمه کرده بود در انتظار خودو. همون روز اول ما این رو گذاشتیم کنار، حتی نگاهش هم نکردیم. گفتیم کسی که بیاد در انتظار گدو رو در انتظار خودو ترجمه کنه یعنی دیگه هیچی از این متن نمیتونه، یعنی کسی که نتونه اسم حالا آقای تاهباز تمام کارنامه کاری و همه چیزش به جا، ولی وقتی که گدو رو خودو ترجمه کنی یعنی اصلا به بیراه رفتی در رابطه با این متن. و میموند متن در حقیقت آقای دریابندری. خب این تجربه رو داشتیم که وقتی اومدیم این متن رو اجرا بکنیم کاملا هویدا بود که یه جاهایی نمیشه فهمیدش، یعنی خودمون نمیفهمیدیم که داره چی گفته میشه علیرغم سادگیش. پس در نتیجه دنبال متن انگلیسیش گشتیم. من فکر میکنم یه تفاوت‌های فرهنگی وجود داره که این رو نمیشه به گردن در حقیقت مترجمین انداخت. سخت این کارها رو ترجمه کردن. ضمناً اینقدر این دیالوگ ها و این دیالوگ های هر شخص کوتاهه که این مجال بهت نمیده که بخوای بازی بکنی و یعنی
باید همین 4 تا کلمه رو ترجمه کنیم. در نتیجه اومدیم و خب متن رو گذاشتیم، متن ترجمه آقای دریابندری رو کنار دستمون، متن اصلی رو هم گذاشتیم و هر جا که به نظرمون می اومد که حالا با اون دیدی که داشتیم به نظر می اومد که این ترجمه گویایی نداره، تا جایی که ارشاد بهمون اجازه میداد و جلومون نمی گرفت، تغییراتی که لازم بود دادیم. یا اگر مثلا به این نتیجه می رسیدیم که ترجمه ناپذیره، یعنی کاری بیش از اون چیزی که آقای دریابندری کرده امکان پذیر نیست، سعی می کردیم این رو به نحوی در بازیگوشی های اجرا درش بیاریم تا اینکه بخوایم اساساً بیایم دوباره متن رو ترجمه کنیم، چون این کار یعنی نمیشه یه جورایی هیچ ترجمه از هیچ متنی رو کنار گذاشت، چون رویکردهای ترجمه، آقای دکتر آذری اینجا تشریف دارن میدونن کاملا، با توجه به رویکردهای ترجمه میشه به سراغ نقد یک ترجمه رفت. نمیتونیم بیایم بگیم که این ترجمه بالکل غلطه یا بالکل درسته، باید ببینیم مترجم با چه رویکردی به سمت این رفته. و خب رویکرد اگر ما توی متن در انتظار گدوی آقای دریابندری می‌بینیم نوشته لا اله الا الله، داره اینو یه جایی مثلا اومده نوشته او مای گاد نوشته لا اله الا الله. خب این لوکالیزیشنی هست که توی کار آقای دریابندری سابقه داره، یعنی دفعه اولش نیست، دفعه آخرش هم نیست، از این کارا میکنه. خانم هایری هم خیلی از این کارا میکنه. خب بعضی مترجمان این رو در حقیقت انجام میدن. در نتیجه حالا اون دیگه روی کردیه که من توی اجرا دارم و در نتیجه با توجه به روی کردم میتونم اینو تغییر بدم و تبدیلش کنم به همون. یا اگر نمیتونم، یعنی برای مخاطب من این که من بگم اوه خدای من سخته، میتونم این رو با بازی به نظرم در بیارم. یعنی لزوما بعضی وقتا ناچاری در زبان سوم یا حتی زبان دوم یه چیزهایی رو در متن نمایشی به صورت اجرایی پیادهشون کنیم. ولی تو بحث دراماتیکول ها قضیه اصلا شکل دیگه ای پیدا میکنه. دراماتیکول ها فکر میکنم همون بازیگرانی که نقش بازی میکنن، حالا با تجربه اندکی که توش داشتم، یعنی هدفم از اجرای دراماتیکول ها اون زمان همین بود که تفاوت اینها رو پیدا کنم، چون اساسا به نظرم متون بکت هر چی که کوتاه‌تر میشن در حقیقت یک فضای به قول بارت سفیدی های متنشون بیشتر میشه. یعنی متنه همون متنه، طول متنه همون متن در انتظار گودوست. فقط فکر میکنم بکت از یه جایی مداد پاکن دستش گرفته و شروع کرده این متن رو پاک کردن. یعنی همیشه به نظرم بکت مثل یه نقاشی میاد که داره یه نقاشی متحرکی میکنه، بعدش هم هی پاکش میکنه و هی کوچیکش میکنه و این کار رو میکنه تا تماشاچی یا مخاطبش بیشتر فکر بکنه. یعنی ذهنیتش اینه که قرار نیست همه چیز من بهش بگم، اونم باید یک کنش فعالی داشته باشه در تخاطب با متن من. توی اجراهای دراماتیکول ها بازیگر به شیوارگی باید برسن. ما توی صحنه این صندلی که الان ما اینجا نشستیم روش صندلیه، ولی به محض اینکه این صندلی رو خیلی ساده میذاریش در صحنه تئاتر، یک وجوه متافیزیکی پیدا میکنه. یعنی همینجور که رو صحنه گذاشتش بدون هیچ اکتی، یک وجوه متافیزیکی داره و یک تفسیری ازش میشه. یعنی تماشاچی که اومده بشینه اونجا، اومده که اینو تفسیر کنه. اون وجوه متافیزیکی و شیوارگی بازیگرای دراماتیکول ها بیشتر از متون بلندش میشه به گمان من البته، و فکر میکنم که اجراشون خیلی سخته و اجراشون خیلی نیاز به
فهم یه المان‌های فرهنگی داره که این المان‌های فرهنگی تا حد زیادی هنوز توی مخاطبین تئاتر ما رشد نکرده. ببینید اینکه من بیام بشینم یه چیزی رو که نفهمیدم وانمود کنم فهمیدمش تا اینکه واقعا مخاطب این متن باشم، دو پدیده متفاوته. ما سنت تئاتری داریم توی کشورهای دیگه، ما سنت تئاتری نداریم تو مملکتمون. ما تو مملکتمون سیاه‌بازی بوده، نمایش‌های روحوزی بوده، نمایشنامه به شکل مکتوب و کلاسیکش وجود نداشته. این یه واقعیتیه و بعد از اون هم رشد به شکلی که باید نکرده. پس در نتیجه یه مقدار توی اینها بله میشه به عنوان یک در حقیقت نحله آوانگارد بگیم ما اینا رو اجرا میکنیم و خب میخوایم تجربه بکنیم، ولی اگر بخوایم به عنوان یک تئاتری که در مقابل مخاطب میخوایم بذاریمش، مخاطبی که مخاطب جامعه ماست و بخوایم به یک اجرای مستمر فکر کنیم، من معتقدم که الان جامعه ما پذیرایی در انتظار گودو هست، ولی هنوز دراماتیکول ها خیلی راه داریم تا بهش برسیم. این البته گمان منه، شاید اشتباه میکنم و فکر میکنم اگر قرار باشه به اجرای اونها برسیم باید دستم بگرفت و پا به پا برده، یعنی یواش یواش تربیت بشه این مخاطب در مقابل این متون و راهش اینه که همون مسیری که گروه اجرایی میرن اونها هم طی بکنن دیگه. حالا ما نمیتونیم اینا رو توی در حقیقت خونه وادار به خوندن بکنیم، ولی میشه با اجرا اینها رو، این مخاطبین رو که قطعاً هم شما امروز میگفتین که من فکر نمیکردم همین تعداد که الان اینجا هستن حضور داشته باشن، من مطمئنم که اگر که شما 10 برابر این هم تبلیغ میکردین در تهران، باز هم همین تعداد آدمی که مخاطب این در حقیقت جلسه هستند و به وکت علاقه دارن می اومدن و تشریف می آوردن اینجا و نمیتونید توقع داشته باشی که آدمای دیگه بیان. خب من توقع داشتم که همین تعداد هم نیاد. خب نه، من مطمئنم که آدم‌هایی که امروز اینجا حضور دارن همشون می اومدن، چون قطعا براشون این بکته که جذابیت داره و خب طبیعتا اینا رو همین افرادی که میان و براشون در حقیقت یک پروسه‌ای جلو رفته باید یواش یواش تربیتشون کرد تا رسوندشون به اونجایی که دراماتیکول ها قابل اجرا باشن. این چیزی بود که من تجربهش کردم و به شکست منجر شد. یعنی همون جور که ما یک فرایند ارتباط خیلی خوبی داشتیم توی اجرای در انتظار گودو یک راب، اونجا این رو ندیدم. یعنی بیشتر به نظرشون اومده بود که یک جست فرهنگیه اجرای اینها، در حالی که خب شما این رو هیچ وقت یعنی حتی با هر تحلیلی با هر شکلی که در انتظار گودو رو اجرا بکنید الان نیست. خب این جامعه‌ای که داره پیش میره و خب باید بهش فرصت پیش رفتن داد. این البته باز شاید جزو دغدغه‌هایی که من دارم. یه مطلب جالبی که صحبت‌های آقا نیما تداعی کرد در من این بود که همه مسئله صرفاً این نیست که ما بخوایم بکت رو اجرا بکنیم. اتفاقی که بکت با ما اجرا کننده ها صورت میده خیلی جالبه. مثلا تو همین دراماتیکول هایی که ایشون میگن، من به اتفاق مشایخی نفس رو در قالب اینستالیشن اجرا کردیم و ما 2 هفته درگیر بودیم با اینکه کدوم زباله کجا باشه، زاویه قرارگیریش مثلا چجوری باشه، این آشغاله نه اینو باید ببریم حذفش کنیم. یعنی ما 2 هفته با زباله درگیریم، یعنی بچه زیبایی شناسانه زباله رو داشتیم کشف می‌کردیم و این پیوند پیدا میکنه با همون گزاره خیلی کلیدی آقای فرهادپور که تبدیل فقر به فضیلت بود. خب زباله هم یک جور
اگر یک جور فقر در نظر بگیریم برای ما تبدیل شده بود واقعا به یک فضیلت زیبایی شناسانه و داشتیم روش کار میکردیم. و بعد متوجه شدیم که وقتی اون زباله ها اونجا قرار دارن و نور و صدا بهش اضافه میشه، دیگه اون زباله ها زباله نیستن. همون وجه متافیزیکی که آقای نیما فرهبخش میگن داشت اتفاق میافتاد و بدون اینکه ما تفسیری کرده باشیم، باز به قول ایشون آدم ها چیزهای متفاوتی میگفتن که این مثلا تمثیلی از جهانه که یک مش زباله است و یک نفسی میاد و یه نفسی میره و یه چشمی باز میشه و یه چشمی بسته میشه، مثلا از این تفسیرها میکردن. در واقع کاری که با ما اجرا کننده ها میکنه شاید به مراتب برای من جالبتر از کاری باشه که با مخاطب من میکنه. یعنی من متوجه شدم که حتی میتونم با یک زباله تولید اثر هنری کنم، تولید تجربه هنری بکنم. یا متوجه شدم که اون تقلیل گرایی فزاینده مفرط بکت چه کمکی میکنه به من در هر حوزه‌ای، در حوزه درام نویسی، در حوزه کارگردانی، در حوزه بازیگری. یعنی من هر چقدر سعی بکنم که کمتر، فقیرتر عمل بکنم، وجه فضیلتمندانه بیشتری در اجرای من داره و این رو به تجربه آدم دریافت میکنه. بنابراین من خیلی شاید یه ذره خودخواهانه باشه ولی هدفم از اجراهای دراماتیکول ها، اگر روزی بتونم این کار رو بکنم دوباره، این نیست که مخاطب من چه برداشتی میکنه یا چه ارتباطی باهاش میگیره یا از لحاظ فرهنگی وقتش هست یا وقتش نیست. بیشتر اون کاری که با خود من به عنوان اجراگر، یعنی فرایند تولید هنر برای من مهمتر از محصول هنره. اون اتفاقی که با خود من به وجود میاره برام به مراتب مهمتره از اینکه در واقع در اجرا قراره چه اتفاقی بیفته. از طرف دیگه حالا ما تیزرهایی که از افرادی که شرکت میکنن گرفتیم یه الگویی برداشته از تیزری که از خود بکت گرفتن به مناسبت برنده شدن جایزه نوبل، که تلویزیون سوئد اصرار میکنه که حالا که نوبل گرفتین تو خدا اجازه بدید که ما مصاحبه کنیم. بکت هم میگه نه و اونا اصرار میکنن. بکت هم میگه باشه، فقط به شرط اینکه از من سوال نپرسید. و بعد دوربین رو میبرن و یک دقیقه و نیم از بکتی که هیچی نمیگه و فقط به دوربین نگاه میکنه فیلم برداری میکنن. بعد ما از این الگو برداری کردیم و تقریبا از هر سخنرانی که دسترسی داشتیم بهشون فیلم برداری کردیم. برای من یه نکته جالبی داره، اینه که تقریبا راجع به بکت تنها چیزی که به معنای واقعی کلمه میشه گفت اینه که هیچی نمیشه گفت. یعنی به قدری یکتاست که فقط من، آقای فرهبخش، آقای مشایخی میتونه راجع به تجربیات خودش که قطعاً یک وجه تقلیل گرایانه‌ای توش هست صحبت بکنه و فراتر از این راجع به بکت انگار نمیشه صحبت کرد. این صحبت توی جلسه آقای فرهادپور هم مطرح شد که بکت خیلی جالب زمینه و بستر این که بیای راجع به صحبت کنی، تفسیرش کنی و تحلیلش کنی رو فراهم میکنه. ارجاعات بین‌المتنی مثلا به دکارت میکنه، به نمیدونم دلوز میکنه، دلوز که بعدشه، نمیدونم به کمدی الهی مثلا دانته میکنه و اینا. به محض اینکه میری تفسیرش کنی زیر پای شما رو میکشه و دقیقاً دیالوگ بعد داره دیالوگ قبلش رو نقض میکنه. بر همین خیلی چیز زیاد خاصی نمیشه راجع به بکت گفت و باید تجربهش کرد. این از این جهت که تداعی صحبت شما بود برای من. و از طرف دیگه ببینید مارتین اسلین یه کاری کرده توی کتاب تئاتر ابزوردش که یک سری از نویسنده های مشابه با بکت رو یا هم عصر با بکت رو در زیر یک مجموعه قرار داده. کاری نداریم که این کارش حالا خیلی خوب بوده، خوب نبوده، چه نتایج و پیامدهایی داشته، ولی وقتی نویسنده های هم عصر بکت رو مثلا هارولد پینتر رو بررسی میکنید اتفاقا تو بحث ترجمه همین اتفاق با ایشون هم میافته. یعنی
باز ما تو تجربه‌ای که از یکی از متن‌های بکت داشتیم، با متن اصلی که مواجه می‌شدیم می‌دیدیم که نمی‌فهمیدیم متن، یعنی جوری ترجمه شده که درست نیست. بعد به متن اصلی رجوع می‌کردیم می‌دیدیم 10 صفحه از نمایشنامه حذف شده. خب طبیعتاً وقتی 10 صفحه از یک نمایشنامه به شدت ساختارمند و به شدت زبانمند رو حذف می‌کنید، خب معلومه متوجه نمی‌شید. یا با سانسورهای عجیب غریب مثلا مواجه میشیم. نمیدونم مثلا شورت پای بلند مردانه چرا باید سانسور بشه، ولی خب سانسور میشه. و خب متن عملا شهید متن تخریب شده است و ما به عنوان بازیگر با یه متن تخریب شده مواجهیم، پس یه اجرای تخریب شده میکنیم. کارگردان هم با یه متن تخریب شده مواجهه، پس یه کارگردانی تخریب شده و در نهایت یک محصول تخریب شده داریم. برای همین حالا امیدوارم که خانم افسری راجع به این صحبت بکنم. به نظر من اگر این متن‌های نویسنده‌های هم عصر بکت رو و بلخص بکت رو اگر بخوایم اجرا بکنیم، از متن‌های بلندش گرفته تا دراماتیکول‌ها 100% باید رو متن اصلی مانور بدیم و خودمون دست به تجربه و ترجمه بزنیم. یعنی با این وجود اینکه جسارت زیادی میخواد یا به قول شما پررویی زیادی میخواد ترجمه کردن چنین متن‌هایی، یا حتی ما تئاتریات تجربیات خانم افسری یا شما رو به عنوان متخصص‌های ترجمه نداشته باشیم، ولی تجربیاتی که با پینتر، بکت، ژان ژنه، آداموف داشتیم تو بحث ترجمه، یا نویسنده‌ای که اولانا نمیشه دیوید ممت داشتیم، وقتی که به عنوان گروه اجرایی، چه به عنوان بازیگر چه به عنوان کارگردان، با متن اصلی شروع می‌کنیم به کشتی گرفتن و سعی می‌کنیم اون برهم‌کنش‌های زبانی رو در زبان مقصد که فارسی باشه دوباره باز تولید بکنیم و نه اینکه ترجمه مفهومی یا لغت به لغت یا هر چیزی از این دست بکنیم، یهو اون به اصطلاح کنش دراماتیکی که داره توی زبان اصلی اتفاق میفته تو زبان فارسی هم داره اتفاق میفته. یعنی وفاداری سر جای خودش به متن اصلی و کاری با اون نداریم، ولی اون کنشی که داره توی زبان نمایشنامه‌های بکت یا پینتر میافته باید در زبان فارسی هم بیافته. در غیر این صورت ما با یک اجرای الکن مواجهیم و تجربه من ثابت میکنه که اگر کل گروه اجرایی با متن زبان اصلی درگیر بشن و در صدد ترجمهش تلاش بکنن، هرچند که 100% محتوم و محکوم به شکسته، ما با اجرای خیلی متفاوت‌تری مواجه خواهیم بود تا اینکه بخوایم از تجربیات آقای نجف دریابندری و طاه‌باز و امثال هم استفاده بکنیم. یه صحبتی هم راجع به ترجمه‌های موجود بکنم، جدای از اون بحث لا اله الا الله و از اینجور چیزها، یا ترجمه‌ای که آقای علی اکبر علیزاد کردن که دوستان تئاتری معتقدن ترجمه بهتری از حتی آقای دریابندریه، چون لغت به لغت ترجمه کردن گویا یا خیلی دقت زیادی به خرج دادن. احساس میکنم که یک مقوله کلی رو درش در نظر نمیگیرن، یا حتی باز من با جسارت بکنم ترجمه هایی که خود آقای فرهادپور از بکت کردن. مثلا ما وقتی با متون فلسفی ترجمه شده توسط آقای فرهادپور مواجه میشیم فقط حیرت میکنیم. مثلا همین چند روز پیش با آقای مشایخی صحبت میکردیم که ترجمه ایشون از آدورنو واقعا حیرت انگیزه. آدورنو رو بتونید به زبان فارسی اینطوری ترجمه کنید واقعا جای شگفتی داره، ولی وقتی کار به بکت میرسه این ترجمه میلنگه یا این مترجم میلنگه. جدای از حذفیاتی که انجام دادن، معادل‌هایی که انتخاب کردن معادل‌های درستی نیست. در واقع منظور از این که درست نیست یعنی در اجرا درست نیست، در اجرا یه کارکرد دیگه‌ای داره، یا به اون مقولاتی که برای ما اجراگرها یا کارگردان‌ها اهمیت داره، مثل این ضرباهنگ‌ها، مثل این سکوت‌ها، مکس ها، 3 نقطه ها، علائم سجاوندی، یا حتی تعداد حروف اون کلمات،
یا زبریت یا نرمیت کلمات. برای ماها اینا اهمیت داره، ولی توی متنی که مثلا یکی مثل آقای فرهاد پور ترجمه میکنن اصلا به این چیزا توجهی نشده، چون بکی که ایشون دارن یک بک متفاوت‌تری از بک ماست. برای همین متن‌های فلسفی ایشون درخشانه، چون تمام معادل‌هایی که توی اون کتاب‌ها مطرح شده ایشون میشناسن و معادل فارسیش رو انتخاب میکنن و قرار میدن، ولی تو بحث تئاتری اصلا اینطور نیست. آقای دریابندری هم به عنوان شاخص‌ترین یا مهمترین ترجمه هم از همین نقصان به نظر من رنج میبره. یعنی وقتی باهاش مواجه میشی و قیاسش میکنی با متن فرانسه و متن انگلیسی، کلاً با 2 تا متن متفاوت مواجه میشی. یعنی من معتقدم اجراهایی که از متن‌های آقای دریابندری استفاده میکنن اجراهای بکت نیست، اجرای آقای دریابندریه به نظر. و ایشون هر جا که تمایل داشتن یا نتونستن به قول ایشون معادل بهتری پیدا بکنن یا اساسا نمیشده، یک چیزی فقط برای پر کردن اون دیالوگ، اون توضیح صحنه نوشتن و ازش عبور کردن. در صورتی که وقتی امروز من نامتخصص در حوزه ترجمه و به عنوان یک اجراگر یا کارگردان با متن مواجه میشم و سعی میکنم که تطبیق بدم اینها رو، میبینم که راههای بهتری هم برای ترجمه متن بکت نسبت به ره یافته آقای دریابندری وجود داره. برای چی ایشون چنین چیز رو انتخاب کردن؟ شاید اون زمان همچین چیزی که من بهش رسیدم مثلا مطرح نبوده یا هر چیزی از این دست، نمیدونم. ولی جدای از تمایزها و تفاوت‌های این ترجمه ها، حرف کلیم که دارم برای بار سوم تکرار میکنم اینه که هر گروه اجرایی برای کارگردانی و اجراگری بهتر که با خود متن اصلی بکت مواجه بشه و دست به ترجمه اون بزنه، هرچند که 100% محکوم به شکست باشه. هست یه موردی رو که شما گفتید کاملا درسته. حالا من چون اساسا حالا بعدا ممکن بحثش مطرح بشه توسط خانم افسری، واردش نمیخوام بشم، ولی فکر میکنم حالا برای اینکه منتقدین هم از یه اجرای در انتظار گودو، یک اجرای بکت در حقیقت راضی باشند یا اگر میخوان نقدی برش داشته باشن از کانال درستی وارد بشه، ما پایین بروشورمون می نوشتیم که این در حقیقت اجرا از چه متنی انجام شده، از متن فرانسوی یا از متن انگلیسی، چون گاهی وقتا اینا اینقدر با هم متفاوتن که اگر کسی بکت به فرانسه نوشته خودش ترجمه کرده به انگلیسی و برعکس، و خودش گاهی وقتا حتی مثلا تو صحبتاش میگه من اسم این رو هم حتی نمیتونم ترجمه کنم، چون اسم این که بخوام این متن اونجوری که باید مثلا به زبان میزبانش برگردونم. در نتیجه باید بگیم آقا این متن از روی متن انگلیسی ترجمه شده. حتی مثلا شعرهاشو که من ترجمه میکردم زیر هر کدومش مینوشتم که این از چه دقیقاً از متن انگلیسی ترجمه شده، چون اگر یه متخصص زبان فرانسه بره بخونه اون شعر رو که تو کتاب گاهی وقتا، یعنی در مجموعه اشعاری که ازش منتشر شده دوتاش هست، من چک کردم با کسایی که من فرانسه بلد نیستم ولی با کسایی که به فرانسه مسلط بودن وقتی که صحبت کردیم سر یه متن خاص، این مسئله بوده که میگن آقا این یه چیز دیگه ایه، الان این در حالی که انگلیسیش دقیقاً چیزی متفاوته با متن فرانسویه. طبیعتاً برعکسش هم اتفاق میفته، یعنی این قضیه چیزی هست که شما میگید. یه مسئله هم وجود داره، خیلی کوتاه بهش اشاره بکنم در رابطه با، نمیخوام من حالا یه علاقه‌ای دارم به این ترجمه آقای دریابندری چون کار کردم باش. ببینید ما تو بقیه کشورها سنت ترجمه داریم، بعد بنیاد داریم. آقای دریابندری اگر ترجمه میکنه، سوای از این که خودش ممکنه سالهایی که پیش رو داره تا پایان عمرش یه متنی رو بازنویسی بکنه،
بعد هم بنیاد آقای دریابندری وجود داره که این ترجمه ها رو به روز میکنه، ساختار نحوی زبان داره تغییر میکنه، یه کلماتی دیگه استفاده نمیشن و یه کلماتی جاشون رو میگیرن که اینا تو به خصوص ساختار محاوره‌ای دیالوگ‌های کارهای بلند بکت زیاده و خب طبیعیه که الان من متنی رو که سال 1350 ترجمه شده و مثل همه چیز تو مملکت ما فریز مونده، وقتی نگاهش میکنم یه مقدار سخته انطباقش با ساخت نحوی الان زمان. این رو نباید یه مقدار در موردش چی بکنیم. بله الان اون نیست، ولی اون ترجمه شاید در زمان خودش، شاید من اون موقع اصلا به دنیا نیامده بودم، ولی شاید اون زمان اصلا یک تولدی در ساختار زبان فارسی بوده. بالاخره این متن اومده وارد زبان فارسی شده و طبیعتا با خودش یه چیزهای آورده. اینا رو نباید در حقیقت فراموش کنیم. من اون سالها یک کتاب‌های، یعنی اون سالها که می‌خوندیم نمایشنامه و من بالا به در حقیقت بحث ابزرد علاقه‌مند شده بودم و خب دنبال می‌کردم، یک مطالعاتی هم روی ژنه داشتم. حالا ابزرد اساساً ژنه یک راه دیگه‌ای رو میره و در حقیقت بکت راه دیگه‌ای و این دسته‌بندی به نحوی بکتی یا فکاهی مارتین اسلین اصلا بهش معتقد نیستم. یعنی اصلا فکر میکنم این که شما آداموف، یونسکو، بکت و ژنه رو در یک کاتگوری بگنجونی، اصلا مثل در حقیقت اینه که بخوای علوم پزشکی و مهندسی رو با هم در یک کاتگوری و علوم انسانی همه رو بذاری یه اسم روشون و بگی اینا همه اینن، چون اساسا اینا دارن تو جهانهای متفاوتی در حقیقت سیر میکنن. بکت خیلی کم خودش گفته، یعنی شاید کلیدی‌ترین مصاحبهش هم مصاحبه با دوتویی باشه و در موردش هم بیشتر در مورد فلسفه حرف زدن، یعنی فلسفه بکت حرف زدن و در مورد اجراش حرف نزدن. ژنه این کار رو زیاد کرده. ژنه پایان هر کدوم از کتاباش یک متنی داره که مثلا می‌نویسه کلفت‌ها را چگونه باید اجرا کرد، سیاه‌ها را چگونه باید اجرا کرد و حالا اومده اون دیدی رو که نسبت به اجراش داشته داده و ضمناً هم تا وقتی که خودش زنده بوده اجازه انتشار هیچ کدوم از نمایشنامه‌هاش نمیداده مگر اینکه عکس‌هایی از اجرای بلن، از اون اجرا روژه بلن پیوسته این عنوان مؤخره پیوسته این کتاب بشه. و حالا بعداً برخورد کردم با یک متن، یعنی یه متنی که دیدگاه اجرایی داشته، یک مقاله کوتاهی است که شکنر نوشته در رابطه با اجرای بکت که آقای حاجی محمدی هم اخیراً تو کتاب درش آورده و ترجمهش کرده و چیز دیگه‌ای وجود نداشته. من اون چیزایی رو که حالا سعی کردم اینجا به یک نحوی بر اساس تجربیاتم بگم، اون موقع به خودم این اجازه رو دادم یه متنی بنویسم به اسم بکت را چگونه باید اجرا کرد. دوست داشتم اینو باهاتون یه ریویوی بکنیم. بکت را چگونه باید اجرا کرد؟ بازیگوشانه. این آخرین کلمه است که به ذهن می آید. آن هم پس از رسیدن به نااندیشگی. نااندیشگی به معنای هایدگرش. آن هم نه برای اینکه باید از فخامت کلمات کم شود، بلکه باید به واسطه این کلمه و قرار دادن آن در فرازبان هر چیزی در ساخت نمایش کلمات را سنگین کرد تا تماشاچی به لذت و شاید هم کشف دست یابد. وقتی چیزی برای بیان کردن وجود نداشته باشد، پس نشانه‌ای هم وجود ندارد تا با آن بتوان بیان کرد. و اگر بخواهی به دنبال نشانه و مدلولی در پس آن باشی، فقط خود را در دایره فرهنگ لغات محبوس کرده ای. و بازیگر باید با بازیگوشی نگذارد این دایره او را محاط خود سازد. این تنها راه ناگزیر برای بازیگری است که هیچ ابزاری برای بیان برایش باقی نمانده. و گروه اجرایی باید اینقدر هوشمندی را در پس همه چیز
قرار دهد که دغدغه تکنیک و ترفند را فراموش کند، چون کلمات بیخیال این موضوعند و تئاتر هم. اینجا آنقدر کلمات معلقند و در هم تنیده که دست یازیدن به هر کدام از این دو ویژگی گروه اجرایی را دچار تناقض می‌کند و با هر نشان گذاری دوباره بر آن که شاید سهل و ممتنع ترین عمل باشد که نام پرشکوه تعویل و تحلیل را یدک می‌کشد، تک محوری به وجود می‌آید که هم امکان همان تعویل حین خوانش را از تماشاچی دریغ و هم امکان پدیدار بودن نمایش را از بازیگر سلب می‌کند. و بدین ترتیب است که کلمات از خودشان به سمت مدلولی بیرون از خود دور می‌شوند و بازیگر از ذات عمل نمایش. بازیگری نمایش‌های بکت چیزی نیست مگر تعویل یک صفحه نوت که باید آهنگ یا ریتم اجرای آن را پیدا کرد، که شاید راه آن کشف مناسبت بین سکوت و گفتار باشد. همینجا باید بگویم در اجرای نمایش‌های بکت نمیتوان از هیجان و تأثیر بهره برد. بازیگر باید بکوشد علامتی پر از علائم گردد، علامتی که تا حد امکان از آنچه میبایست در وهله اول معنا دهد دور باشد و در این حال چنان با آن نزدیک که دست آخر بتواند متن و تماشاچی را به هم پیوند دهد و بیشک دلقک بازی‌های برگرفته از سنت بورلسک و گروتسک منابع و امکانات متافیزیکی تمام نشدنی این کار را فراهم می‌کند. جهان بکت را همین دلقک‌ها می‌سازند، دلقک‌هایی در حال زوال، دلقک‌هایی که تنها آدم‌های جدی هستند که کارشان را هم بسیار جدی انجام می‌دهند. یک سوال مهم دیگر این است که رابطه بین میزانسن و بازی با متن چیست؟ تنها جواب من با آن این است: وسیع‌تر شدن دایره معانی از طریق به تعویق افتادن معانی به وسیله تکثر دالها. البته وقتی امکان می‌یابد که میزانسن و بازی به یک ترجمان تصویری صرف از دیالوگ‌ها و محتوایشان تقلیل نیابد و از طرف دیگر باید مراقب بود که این کثرت بر برهوتی که شاید بارزترین مشخصه تئاتر بکت باشد تسلط پیدا نکند. کثرت کلمه‌ای شبهه برانگیز و دو پهلو، اما نه در اینجا، چون محدود کردن و به حداقل رساندن میزانسن همیشه باید مد نظر گروه اجرایی باشد و این همان چیزی است که باعث ایجاد تمرکز عمیق بر اندک علائم ارائه شده می شود. سریع یا گسسته بودن بیان و توصیف نکردن تصاویر بصری آنها در بعضی از جاها این تمرکز را بیشتر می کند و بازیگوشی چند جانبه نمایش همینجا کامل می شود، زمانی که تماشاچی سعی می کند اما نمی تواند دنیای صحنه را درک یا احساس کند. چیرگی و شکست هم روی صحنه و هم بین صحنه و تماشاچی بازی می شود. جا و مکان این بازیگوشی ها همان چیزی است که توسط گروه اجرایی باید کشف و اجرا شود. بازیگوشی که منجر به برجسته کردن دوگانگی در ذهن تماشاچی می شود که اساس کارهای بکت است. این دوگانگی که آیا در اینجا با چند شخصیت سر و کار داریم یا با چند هنرپیشه که نقش بازی می کنند، چه نقشی بازی می شود، چه چیز در حال به وقوع پیوستن است، این وضعیت از کجا آغاز شده و تا کی ادامه خواهد داشت. و تماشاچی با این پرسش‌های لاینحل که در طول اجرا برایش پیش آمده، با حس شکست ناشی از نیافتن پاسخ این پرسش‌ها سالن را ترک می‌کند. اما آنچه روشن است این که در اینجا تمرکز آشکارا بر رابطه یا تضاد بین متن کلامی و عناصر غیر کلامی که الگوهای اجرا را می‌سازند قرار دارد. هرچند نمایش‌های بکت چه واضح و شفاف کار شوند و چه مبهم چیزی از قوتشان کاسته نمی‌شود. پس بازی بازیگر نباید نه در هیچ کجای نمایش و نه در هیچ یک از دستمایه‌ها و وسایل و اجزای بازیگریش چیز خاصی را به تماشاچی القا کند، بلکه سعی او باید این باشد که خوب بازی کند و بازیگوشانه و همین. و شاید با این موقعیت دوگانه کنار بیاید، بی‌اعتنایی سرد و خشک نسبت به تماشاچی در عین آگاهی از حضورش. حرکات، اشاره‌ها و به طور کلی خلق نشانه‌های تصویری به اندازه کلمات اهمیت دارد و حتی بیشتر. دیالوگ نقش کاتالیزور را در این بازی بر عهده می‌گیرد. به این صورت است که بافتی از نشانه‌های زبانی و نشانه‌های تصویری بر صحنه زاده می‌شود که خدایگان آن بازیگر است و بس. همان چیزی است که باید مانند آرتو آن را زبان صحنه نامید. و در این میان این تماشاچی است که تنها خودش به واسطه چیزی که بر صحنه اتفاق می‌افتد به مکاشفه می‌رسد
کسی هم مسئولیت این مکاشفه را نمیپذیرد. در اینجا هیچ مدلولی خارج از نمایش وجود ندارد و این یعنی نقض درام. اینجا همیشه نامحتمل ترین عمل اتفاق میافتد، چون قرار نیست چیزی بیان شود که به دلیل آن قرار باشد خطی دنبال شود. پس نباید طوری عمل کرد که تماشاچی در هیچ کجای نمایش منتظر اتفاق خاصی باشد، بلکه باید بیاموزد که باشندگی خود را در تقابل با هستی تئاتر در لحظه تعریف کند و بداند که قبل از هر چیز برای دیدن یک تئاتر به اینجا آمده و این هویت اصلی اوست و این یعنی بودن تئاتر به مثابه یک پدیدار. زمان در نمایش‌های بکت محوریت دارد و در اجرا باید این دیوریشن را به شکلی ملموس القا کرد. یک ضرباهنگ بولسک، ضرباهنگی عجیب و غریب و در این حال مضحک. همه چیز باید به صورت مناسکی باشد برای پر کردن سکوت و خلا. البته باید گفت که این مناسک مجلل و تشریفاتی نیست و ظرافت آن بستگی به دقت و هوشمندی گروه اجرایی دارد و تنها میتوان یک چیز گفت: مکث ها باید به اندازه کافی طولانی باشند. و یک نکته دیگر: تفکیک گفتار از حرکت. و بقیه قضایا گفتم که همه چیز بستگی به گروه اجرایی دارد. باز هم تاکید میکنم که اعمال هر چیزی بر ساخت اصلی نمایش فقط ساختار آن را به هم می‌ریزد. استفاده از هر چیزی بیش از آنچه در شناسه‌های متن آمده و سنگین کردن آرایه‌های صحنه در هر صورت چیزی نخواهد بود مگر انهدام نمایش در خودش. فرایند تقلیل و لاغری در تئاتر بکت موجب تمرکز و توجه فعال تماشاچی به عناصر ادراکی کمی که ارائه شده خواهد شد و صحنه آرایی پیچیده‌تر منجر به هم خوردن شدت ادراکی اجرا و افزودن مفاهیم اضافی به آن می‌شود. تئاتر بکت تئاتر مفهوم نیست، بلکه تنها ما را در ادراکات غرق می‌کند. این مهمترین چیزی است که گروه اجرایی باید به فعلیت رساندن آن تلاش کند. و درون این انضباط خلاقیت سهم بزرگی دارد، خلاقیتی امانتدار. در اینجا میخوام بر تعبیری دقیق از تئاتر بکت تاکید کنم: تئاتر راهب سرباز، تئاتری که مستلزم انضباط یک سرباز سامورایی در عین امانتداری یک راهب درستکار است. من برای گفتن چیزهای بیهوده تلاش میکنم، چون فکر میکنم نوشتن و حرف زدن درباره بکت خود امری به اصطلاح بکتی است که شاید تنها با این جمله خود بکت قابل بیان باشد. در اثر من توجه به ماورای فرم میشود و نه به درون آن. فرم و آشفتگی جدا باقی میمانند. دومی به اولی تبدیل نمیشود. به این دلیل است که خود فرم به یک اشتغال فکری بدل میشود، زیرا به عنوان یک مشکل جدا از موادی که فراهم میکند وجود دارد. پس همه آنچه گفتم چیزی نیست مگر دغدغه فکری شخصی که پاره مسائل ذهن او را بیش از حد به خود مشغول کردند. چون دو مرض قدیمی وجود دارد که باید به طور مجزا بررسی شود: مرض خواستن این که بدانیم چه باید کرد و مرض خواستن این که قادر به انجام آن باشیم. اما فکر می‌کنم این گزاره‌گویی وظیفه بیش از به دست دادن نقطه شروعی که در عین حال تا حد عملی باشد نمیتواند داشته باشد. این وظیفه من یا هیچ کس دیگری نیست که همه چیز را بگوید، بلکه این کارگردان و گروه اجرایی است که باید همه چیز را نکته به نکته کشف کند و به اجرا درآورد. تنها چیزی که باقی میماند این است که میخواهم بر آن تاکید کنم که نمایش‌های بکت را جز با پایبندی تمام و کمال به متن نمیتوان آنطور که باید اجرا کرد، چون به هر حال همیشه اجرا اندکی از متن را از بین میبرد و فکر میکنم هیچ چیز زیباتر از خود متن نیست و البته شاید این هم یکی از همان دغدغه‌هاست. پس گروه اجرایی باید قبل از هر چیز چشم‌های خود را ببندد و هر چه را در ذهن داشته فراموش کند و حتی آنچه را تا به حال گفتیم کنار بگذارد تا بتواند بازیگوشی‌های فراموش شده‌اش را از نو بیابد و آن وقت همه چیز جفت و جور می‌شود. بعد کلمات آنقدر بازیگوش هستند تا در این بازی با بازیگر شریک شوند. متشکرم. خیلی